بازی دربی که پرسپولیس 4 تا گل زد میگفتم من هر یه پفکی که میخوردم یادم پرسپولیس یک گلی رئال یا بارسا؟ قطعا بارسا. بین بازی تو استقلال با فصل 50 میلیارد و موندن تو پرسپولیس با فصل 10 میلیارد کدوم انتخاب میکنید؟ با فصل 1 میلیارد پرسپولیس. گل زدن تو دربی یا آقای گلی لیگ برتر کدوم انتخاب میکنید؟ گل زدن تو دربی. مهمان عزیزی داریم، ایثار کثیر. توی یکی از بازی دربی که پرسپولیس 4 تا گل زد میگفتم من هر یه پفکی که میخوردم یادم پرسپولیس یک گلی رئال یا بارسا؟ قطعا بارسا. بین بازی تو استقلال با فصل 50 میلیارد و موندن تو پرسپولیس با فصل 10 میلیارد کدوم انتخاب میکنید؟ با فصل 1 میلیارد پرسپولیس. گل زدن تو دربی یا آقای گلی لیگ برتر کدوم انتخاب میکنید؟ گل زدن تو دربی.